بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان از ماه مبارک رمضان است. بازم در کنار خواهر ما نشستیم. لور بیبی نام داره. شوهر نام مثل سایر خانواده دیگه که نیازمند هستن و بعضن بس به کار میرن، به ایران رفتن، مدت زیاد میشه که احوالش نامده، بی سرپرست است و تفلکای قد و نیمکت قد از خود مانده. قسمی که خواهر داستان زندگی خود گفت، با نان خشکی که در واقع همسایه‌شان کمک میکنه اینا شب روز میگذرونن. با $80 شما میتونید که زندگی زیاد را تغییر بدین. ماه مبارک رمضان ماه ایثار است. لینک ها مشاهده میکنین و السلام علیکم و رحمت الله.